صبح امروز از جانب جوانان شجاع وطن در ناحیه شهر نو راهپیمایی دایر گردید. راهپیمایی مذکور بار دیگر ثابت ساخت که ساکنان منطقه به رشد و انکشاف تاجیکستان صاحب استقلالمان باوری دارند و در این سمت با نیروی سازنده خود در پیشبرد جامعه معاصر تاجیک سهم گذاشته ایستادند. باید گفت که جوانان در این همایش با شعار و آوازه‌ها که انعکاسگر وطن دوستی، ارجگذاری به صلح و ثبات کشور عزیزمان، جانبداری آنها به سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری همه‌جانبه سرور دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شرکت ورزیدند. بعداً در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهر نو بخشیده به دعوت تیرماهی جوانان چورابینی تنتنوی دایر گردید. در چورابینی مذکور رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی، جماعت و دهات، کمیسر حربی، پدر و مادران و سابقه‌داران جنگ و مهنت به سخن برآمده قید نمودند که مطابق طلبات ماده 43 سرقانون جمهوری تاجیکستان حفظ وطن قرض مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. فراموش نباید کرد که جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی صاحب ارتش ملی خود گردیده اقتدار مدافعوی آن سال تا سال گسترش می‌یابد. حالا در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جوانان با اور و ناموس وطن، افسران و سربازان دانش و مهارت خود را برای حمایت منفعت‌های دولت و امنیت کشور صیقل می‌دهند. همچنین قید کرده شد که خدمت جوانمردان با قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آرامی و آسایشتگی وطن را حفظ نمودن این قرض هر یک شخصی با اور و ناموس میباشد. باید قید نمود که ارتش ملی تکیهگاه دولت و سپر ملت است. هر قدر دولت مقتدر و پایه های دولتداری آن مستحکم باشد، همان قدر حیات آسایشتگی جامعه بیشتر تامین می‌گردد. طبق معلومات کمیسر حربی ناحیه شهر نو، امروز جوانان به طور اختیاری آمده به خدمت مادر وطن سفربر کرده می‌شود. باید قید کرد که عین حال نزدیک به 500 نفر جوانان ناحیه شهر نو در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در مرز و بوم کشور قرض مادر وطن را ادا می‌نمایند. در آخر چورابینی برای بالیده خاطر حاضرین از طرف کارمندان شعبه فرهنگ ناحیه شهر نو یک برنامه کنسرتی پیشکش نوسکران گردید.